جایز نیست که کافران رو دوست گیریم، با آنها نشینیم، برایشان راه وسیع کنیم، آنها رو السلام علیکم گوییم، برایشان در مجلس ها جای خالی کنیم، در روزهای عیدهایشان به دیدار بینی رویم یا به آنها تحفه دهیم. کسی که چنین میکند گناهی بزرگ صادر می نماید. وظیفه مسلمانان این است که به دین خود افتخار کنند و از پیروی و تقلید به کافران پرهیز نمایند، زیرا مانندی ظاهری باعث مانندی باطنی میگردد. ابن قیم رحمت الله بر او باد گفته است که تبریک کردن کافران با مراسم های دینی آنها طبق اتفاق علماها حرام می باشد. مثلا تبریک کردن با عیدهای آنها یا روزداریشان به مانند گفتن عیدتان مبارک یا دیگر سخنان مانند، این گناه عظیم است، مثل تبریک با سجده به صلیب، و این نزد الله گناه بزرگ به شمار می رود.